گایز امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر انرژی باشید. سلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. خوش اومدید به ویدیو جدید ما. داخل بله مثل خانمای خبرنگار. بچه امروز گفته خبرنگار. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروز خانم علیزاده و آقای علیزاده. خب بس بچه تو این ویدیو میخوام چالش 5 ثانیه رو بریم. یعنی تو 5 ثانیه وقت داریم که تو 5 ثانیه وقت داریم سوالاتی که اینجا هست رو جواب بدیم. یعنی من از نسرین میپرسم، با 5 ثانیه وقت داره که جواب بده. مثلا من میگم اسم اعضای خانواده، باید سریع بگی فردین، موین، ناصر. آره مجازات داره؟ مجازات آجی من فکر نکردم به این داستان که مجازات داره یا نداره. حالا تاشین نتیجه ای میگیریم. چی میگی؟ آره ببینیم ویدیو چجوری پیش میره. بذاریم مثلا مجازاتو. ببین مجازات میدونی چی بذاریم؟ چی بذاریم؟ من آرایش کن. خب من اگه چی بودم؟ من تو آرایش میکنم. یا حسین با همونم بعد استوری مجازاتش اینه. با همونم بعد استوری. نه استوری نمیذاری، من خجالت میکشم. آخه خجالت. ببین هر کی باخت داد، یعنی هر کی تعداد سوالات بیشتری رو جواب نداد، اگه مساوی شدیم که هیچی. اگر یه قاشق فلفل بخور. نه فلفل. یه قاشق فلفل. بابا نمیتونم. بس آرایشی که میخوایم بکنیم کجا میخواینش؟ پنجره‌ام میسوزه بابا، نمیتونم. آرایش میکنیم. من باختم، نسیم من آرایش میکنم، نسیم باخت من آرایشش میکنم. فلفل. درسته. بابا فلفل من نمیتونم بخورم. آلرژی داره این. تمام معده‌ام میسوزه. خب سوال اول کی میپرسه؟ تو میپرسی؟ تو بپرس. 3 تا بازی PS4. تیکن، فوتبال، نمیدونم اون مش میزد چی بود؟ 5 نمیدونم مش میزد چی بود نمیدونم. قبول میکنیم تیکن، فوتبال. نه اسم خارجیشو بلد نبود. حالا تو بپرس. خب 3 تا از ویژگی‌های من. خوش اخلاق، پاکار، درس خون. آفرین. ولی خیلی تون داشتی میرفتی ها. نه سر 3 ایست داشتم میکردم. شما هم دیدید. بعدی اسم 3 تا غذای مورد علاقت. 1 فسنجون، مرغ و کشمش پلو، عدس پلو. خب درسته. خب بگو 3 تا اسم دریا. 3 اسم دریا. خزر، خلیج فارس، عمان. آفرین بگو. بعد 3 تا برند ماشین آلمانی. 1 نمیدونم 2 بنز بی ام لامبورگینی. ببین کدومشو در درست بود. نه بابا بنز بی ام لامبورگینی درست بود. هر سه تاشون آلمانی. هر سه تا آلمانیه. بعد آره نمیدونم همجوری گفتن کدومش در میاد. نفر بعدی. ببین ردیفی بیا پایین. اونایی که نپرسیم بپرس گیج نشیم. 3 تا فرد معروف کچل. مسعود روشن‌پژوه، رونی کولمن و عموجانی. دیگه به ذهنم نیومد. میتونستی بگی راک. چرا نگفتی؟ خدا تو ذهنم بود. خب بپرس. دستم امروز چه 3 تا همسایه ایران. گرجستان، افغانستان، پاکستان. درسته. 3 تا سوخت ماشین. بنزین، گازوئیل، سی ان جی. درست. بعد 3 تا چیزی که تو جیب جا میشه. پول، گوشی، فندک. فندک چرا تو فکرت داد فندک بیاد؟ دیگه جا میشه دیگه. خب میتونستیم اصلا سویچ ماشین. خب دنبال حاشیه میگردی یا؟ خب بپرس. 3 تا آدم معروف که باشون دوستی. امیر خلوت. بعد کی بود وحید سام. با امیر خلوت دوستی؟ به تو ربطی نداره. خب دروغ میگه. بچه این دروغ میگه. بوی دروغ میاد. خب بپرس. خب 3 اقیانوس بزرگ جهان. آرام، اطلس، هند. اطلس، هند درسته. خب
تو تون گفتم امسال تو اجتماعیمون داشتیم. خواه بپرس. 3 تا برند قدیمی موبایل. نوکیا، سامسونگ، LG. بعد 3 تا مسئله‌ای که تو ساختمون استفاده میشه. سیمان، گچ، آجر. آفرین دته. چرت و پرت. خب 3 جایی که چی نیست؟ نه 3 جایی که شورت پات نیست. 3 جایی که شورت پات نیست که بگو. حموم، دستشویی، مکان. اولا دیر گفتی، دومانم آخری به هیچ عنوان قبول نمیشه. قبول میشه. دیر گفتی. نه دیگه. خب بریم سراغ بعدی. 3 تا برند آب معدنی. سرچشمه دیگه یادم نمیاد. کو البرزم بود. آره دیگه یادم نمیاد. یکیچ من جلوام. خب یکیش تو جلویی، اون یکی دیر گفته ازم، مکان تو دیر گفتی، به من چه ربطی داره؟ خب یکی که مساوی حرف نزن. واه خب من بپرسم. 3 تا برند لباس. آدیداس، نایک، بعد سهند دیر گفتی یا آدیداس، نایک، سهند. تو ببین یه دفعه اینجوری میکنی. باش تو باید بشماری. ولی خدایی سر اون دیر گفتش دی، خودتونم دیدین. بپرس. 3 تا اعضای بدن با که. نمیدونم. کام، کمر، کله. خاک بر سرت کنه. فکرش تو چیه؟ تموم شد. میام اون خب 2-2 من جلوام. 2-1. اوکی 2-1. من مشکل دارم با اون یکی، درست بگو دیگه. تو چرا اونجا نگاه میکنی وقتی میخوام سوال بگم؟ ذهنت آماده میکنی بیشور؟ نه بپرس. 3 پسر که اسمشون با ن شروع میشه. نیما، نیموش، ناصر. نیموش دیگه. نیموش میگن. خب بپرس. خب 3 تا ساز که تار داره. گیتار، ستار. تمام شد. اسمش یادم نیومد. 3-1 جلوم. به خدا میدونستم. اسمش یادم نیومد. بعدی بپرس. اسم 3 تا دختر با که. بگو. کیمیا. اصلا اینجا داشتیم ما اینا؟ به من چه ربطی داره؟ اصلا نداشتیم. اصلا من نداشتم. ربطی نداره. مگه من از قبل ذهنت آماده کنی؟ دنبال چی میگردی تو؟ اصلا نداشتیم. خودش سوالا دیگه بچه‌ها این ذهنش آماده کرد. خداوند انشالله همه ما را آدم کن. داره تقلب میکنه. سوالاتی که من نوشت. خب ببین چه ربطی داره؟ سوالی که پرسیدم 5 ثانیه بود، شما باید جواب میدادی. کیمیا، کوکب. خب نیست. خب کوثر. کلارا. یه سری بودیم توی رفیقان. یارو رفت زنگ بزنه به دوست دخترش، گفت بعد به پسر بغل دستی برگشت گفت اون کوثرم بیار. کوثر رو بیار. بسه. بپرس. چی بپرسم دیگه؟ ببینم صفحه بعد چی نوشتم. ببین سوالات تموم شد و شما سوالات تموم شد. این چیه؟ ها؟ گفتم ببینم. پرسیدم همه رو پرسیدم ازت. نه گفته مونده. من دارم میبینم. بابا نمونده، همه رو پرسیدم. من 24 ساعت است بذار نمیخورد. روز لب. خب من میخوام الان اینو آرایش کنم اینجا. ببین چشماتو ببن. ببین آرایش میکنم تو رو. چه آرایش خوشبوه. آخه همینا رو دخترها تو دانشگاه میزنن یه بوی میگیرن. خب چشماتو ببند. بوی خوب میگیرن. چشماتو ببند.
خدا پول اینا رو از جیب به بزرگواری خود بیرون این آب خورد الان رفت نوشابه آبی چیزی خورد اینو پخش شد. خب به بزرگی خودتون ببر. یه ذره صبر کن بیمار. خب بعد فردی تو کار نشته باش من بلدم یه چیزایی بلدم. من که سینما دارم میرم جلو درس من طراحی کنم. یه چیزایی یاد گرفتم بلدم. صبر کن. اون تینت بوده کسخون نروش. ببین خط لب بخش نمیشه. پاک میشه نه؟ توپ بزن. یه توپ بزنی آرایش تمومه. نه توپ نزدم بیا. گونم شکر. ببین دماغت خیلی دماغ میخواد چیکار؟ اون کانسیلر میخواد که تن ندارم الان. کانسیلر ندارم. تموم. پنکیک رفت داخل. بیا. صبر کن. همه چیم یار همه چیم. بالا رو نزدم بیا. تریاک فروش نگام کرد یواشکی صدام کرد. تریاک فروش نگام کرد یواشکی صدام زد. میدونست که معتاد هستم. تریاک رو داده به دستم. گذاشتم تریاک فروش ببینه. تریاک خوب بنا. خب صبر کن. ببین عزیزم این میکاپی که این میکاپت واقعا بد نشده. ببین میکاپش چی شد واقعا چی شد. صبر اصلا واقعا زندگی کن. ببین داخل این ببین نمیخوام اینجا اینا اوی یه سوال من بیشونده لب پایینم چرا به این بری ولی بعد انجام نشد نه؟ بعدم نیستا آره به من اولین آرایشت بد نیست. ببین کار در اومد. ببین خانمای عزیز واسه رزرو وقت خانمای عزیز نگاه نیاین اصلا تو چجوری لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه برای رزرو وقت زیبایی به دایرکت بنده پیج فردین علیزاده با 2 تا از طریق لینک زیر اگه نوبت بگیرین 10% تخفیفه فقط به خاطر من. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی همه چی میاره